در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی با سطح دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. ای محمد صد سلام بر تو ز گلزار برین، از خداوند کریم و از ملائک اجمعین. چون بشر کرده نجات از برکت تو بالیقین، حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، تا به محشر از تجاوز حرفش ایمن است. وعده خلاق بی چون است به حفظ این کلام، عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات،
ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظیم. خدمت همه برادران عزیز و بزرگوار، طلاب گرامی و همه شائقین درس قرآن عظیم الشان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در ابتدای جزء سوم قرار داریم. الله سبحانه و تعالی در این آیات بیان می فرماید که بعضی از پیامبران بر بعضی دیگر فضیلت دارند. الله سبحانه و تعالی در آیات گذشته موضوع جهاد را بیان کرد، جریان حضرت طالوت و جالوت را بیان کرد، انبیایی که جهاد کردند مثل حضرت اشمویل علیه السلام یا شمویل علیه السلام یا حضرت حزقیل علیه السلام و یا حضرت لوط علیه السلام که بعضی حضرت طالوت رو ببخشیم، حضرت لوط هم که پیامبرن، حضرت طالوت رو بعضی پیامبر میگن و بعضی میگن نه پیامبر نبوده بلکه یک شخص صالح و به عنوان رهبر قرار گرفته بوده. به هر حال بحث جهاد بود، بحث جهاد بیان شد و مجاهدین هم جهاد کردند. ربط این آیه تلک الرسل فضلنا با آیات قبل چیه؟ نه با همدیگر چی ربطی داره؟ چی ارتباطی داره؟ در آیات گذشته بحث جهاد بیان شد. اینجا الله میگه تلک الرسل فضلنا بعضهم، بعضی از پیامبران که بر بعضی فضیلت دارن. فضیلت یک پیامبر بر پیامبر دیگه چیه؟ هر پیامبری که بیشتر در راه الله زحمت بکشه و زحمت کشیده باشه و رنج و مشکلات از او بیشتر بوده باشه، فضیلت از او بیشتره. از بین همه انبیا علیهم السلام میبینیم 5 پیامبر اولوالعزم از حضرت نوح علیه السلام گرفته تا حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و جناب نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، اینها که پیامبر اولوالعزم شدن چون مشکلات بر اینها بیشتر بوده، سختی ها بیشتر بوده. پس این آیه با آیه ما قبل این ربط داره که کدام پیامبران بر پیامبران دیگر فضیلت دارن؟ پیامبرانی که جهاد کردن در راه الله سبحانه و تعالی. یا این آیه مبارکه که میگه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، در اخیر جزء اول خواندیم لا نفرق بین احد من رسله، و اونجا خواندیم که هیچ فرقی بر ما نداره که فرق بگذاریم بین حضرت موسی یا حضرت عیسی یا حضرت یوسف یا حضرت یعقوب یا یک دیگر از انبیا علیهم السلام، هیچ فرقی نداره. اینجا آیه ای اشاره میکنه که از روی ایمان هیچ فرقی نداره، از روی ایمان هیچ فرقی نداره. ایمانی که ما به حضرت موسی داریم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم داریم. از روی ایمان فرق بین حضرت یوسف و حضرت یعقوب نیه، فرق بین حضرت یعقوب و حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق نیه.
ایمانی که ما به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داریم همو ایمان به حضرت موسی و عیسی و حضرت هارون و حضرت شعیب و 25 پیامبری که در قرآن ذکر شده و اونهایی که در احادیث ذکر شده و در اون روایتی که داریم که تعداد انبیا 1,24,000 پیامبر کم و بیش، حالا حتما نیه که 1,24,000، شاید بیشتر به بیشترتر باشه، شاید کمتر باشه، کمتر که نخواهد بود ولی بیشتر به بیشترتر خواهد بود. بناهن به همه انبیا علیهم السلام ما ایمان داریم. ای که لا نفرق بین احد من رسل، ما بین هیچ یک از پیامبران فرق نمیگذاریم از روی ایمان. چون کسی باز نگه که اونجا میگه ما هیچ فرق نمیگذاریم، اینجا که بعضی پیامبران بر بعضی دیگر فضیلت پیدا کردن، نه، اما از روی ایمان فرق نمیگذاریم، از روی درجه خیلی فرق دیگه. فرق بین سایر انبیا و جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خیلی فرقه. رسول معظم اسلام افضل الانبیاین، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم سردار انبیاین، شفاعت کبرا به پیامبر صلی الله علیه و سلم داده شده و داده میشه، به دیگه پیامبرا داده نمیشه. و همچنین فضائل زیادی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و درجه بالا و بالاتری نسبت به سایر انبیا دارن. پس از روی درجه و فضیلت انبیا فرق میکنن، پیش ما و شما فرق میکنن. فضیلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تا فضیلت دیگه انبیا خیلیه. فضیلت حضرت ابراهیم علیه السلام تا فضیلت حضرت یعقوب و حضرت یوسف و حضرت اسحاق زیاده. فضائل زیادی حضرت ابراهیم علیه السلام نسبت به سایر انبیا غیر از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم. پس به این طریق از روی ایمان هیچ فرق نمیگذاریم بین انبیا علیهم السلام. از روی درجه اینجا بیان میشه و الله سبحانه و تعالی بیان میکنه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، این پیامبران فضلنا فضیلت دادیم ما بعضی بر بعضی دیگر. فضیلت اینا فرق میکنه، یکی بر دیگری فضیلت داره. در اینجی چند پیامبر خود الله سبحانه و تعالی یاد میکنه که ما فضیلت دادیم. منهم، از بین همه انبیا علیهم السلام، من کلم الله، کسیه که سخن گفته الله سبحانه و تعالی با او، یا او با الله سبحانه و تعالی سخن گفته. او کینه؟ حضرت موسی علیه السلام. چون به اتفاق علما حضرت موسی علیه السلام که در کوه طور با خدای تبارک و تعالی سخن گفت، خدای تبارک و تعالی با او سخن میگه. پس این امتیاز حضرت موسی علیه السلام. و رفع بعضهم درجات، الله سبحانه و تعالی میگه بلند کردیم بعضی از این انبیا علیهم السلام درجه ها از اونها که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و آتینا عیسی ابن مریم، و دادیم ما به عیسی پسر مریم. ما چی دادیم؟ البینات، معجزات را دادیم. فضائل حضرت عیسی علیه السلام خیلیه. بناهن ادامه بیان میکنه که و ایدناه بروح القدس، ما قوت بخشیدیم، او قوت دادیم. به کدام نیرو؟ به روح القدس، به وسیله جبرائیل علیه السلام. یعنی جبرائیل پیش حضرت عیسی که روان میکردیم، معجزات گوناگونی به حضرت عیسی دادیم، شفای ابرص به اذن الله سبحانه و تعالی، مرده زنده کردن به اذن الله سبحانه و تعالی، و همچنین معجزات دیگری که خدای تبارک و تعالی به حضرت عیسی علیه السلام داده بود. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، اگر میخواست خدای تبارک و تعالی، یعنی نخواست خداوند، اگر میخواست این مشکل حل میشد، این جنگ، قتال، کشتن، اینهار. این وعده پروردگار عالم همینه که بریم ما راه خیر را نشان داده، راه شر را نشان داده، حالا دیگه خود انسان اختیار کنه. ولو شاء الله، اگر میخواست خداوند، مقتتل الذین، اگر میخواست به این که مقتتل جنگ نمی کردن کسانی که من بعدهم، بعد از همین انبیاء علیهم السلام،
هر پیامبری آمد برای اصلاح عقیده. به مجردی که پیامبر از دنیا میرفت مشکلات گوناگونی می آمد دیگه. مشکلات گوناگون یعنی عقیده باور و صحیح از بین میرفت، خرافات می آمد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که هنوز به پیامبری مبعوث نشدن 570 سال از حضرت عیسی مثلا میگذشت، یا مثلا 610 سال از حضرت عیسی میگذشت. 610 سال پیامبری نبود که جامعه عرب را متوجه بسازه یا جامعه همون وقت و زمان را متوجه بسازه. رفته بودن به سوی خرافات و بدبختی و بالاخره چنان غافل شده بودن و بدبخت شده بودن که نه به طفل خرم میکردن، نه به زن و نه به بچه و نه به حیوان و نه به انسان، و ظلم و ستم به اوج خود رسیده بود. به مجردی که انبیا از دنیا میرفتن به مرور زمان مشکلات می آمد. مشکلات هم بر سر عقیده و اینها بود. مقتتل الذین، اگر خداوند میخواست که جنگ نمی کردن بعد از انبیا علیهم السلام، خب من بعد از این که ما جاءتهم البینات، او چیزی که آمد ایشان را از دلائل واضح و روشن، ولکن اختلفوا، ولیکن اینا اختلاف کردن و اختلاف میکردن. چگونه اختلافه؟ فمنهم من آمن، بعضی از ایشان ایمان می آوردن، و منهم من کفر، و بعضی از ایشان کسانی بودن که کافر شدن. کسی بود که ایمان آورد و کسی بود که کافر شد. اما این آیه این رو اشاره میکنه که اگر الله سبحانه و تعالی بخواهه به یک آن واحد، به یک لفظ کن فیکون، کمتر از لفظ کن فیکون، تمام کفار را نابود میکنه. تمام کفار را الله میتونه نابود کنه. تمام انسان ها الله سبحانه و تعالی میتونه همه موحد بگردانه. اما خدای تبارک و تعالی چه کار کرده؟ اینجا حالت اختیاری به انسان ها گذاشته. انسان اختیار داره، کافر میشه، مسلمان میشه، متقی میشه، پرهیزگار میشه، فاسق میشه، فاجر میشه. الله سبحانه و تعالی او در حالت اختیار گذاشته. ولو شاء الله، اگر الله سبحانه و تعالی میخواست، مقتتلوا، اینا با هم دیگر نمی جنگیدن. الله سبحانه و تعالی قادر و قدرت داره، ولی انسان ها چون داره ابتلا و آزمایشه، انسان ها اختیار داده. مسلمان ها باید با کفار بجنگن، کافر باید ایمان بیاره، و به همین طریق الله سبحانه و تعالی جهنمی تیار کرده، بهشتی تیار کرده. در دنیا هر کس فرمانبرداری از الله سبحانه و تعالی بکنه میره به بهشت، نافرمانی کنه میره به جهنم. به این طریق اشاره میکنه اخیر آیه ولکن الله یفعل ما یرید. الله سبحانه و تعالی انجام میده آنچه که بخواهه. این کار خدایه. خدای تبارک و تعالی میتونه به یک آن واحد تمام دشمنان خود نابود کنه، ولی نابود که نمیکنه، این به اختیار خدای تبارک و تعالی. این برای موحدین و انسانهای مؤمن و شایسته بالاخره دستور داده که در مقابل دشمن باید بجنگن. این سنت الهیه. ببینیم جالوت با طالوت می جنگه. خدای تبارک و تعالی میتونست به یک ثانیه، کمتر از یک ثانیه چکار کنه جالوت را از بین ببره، ولی نه، بازم میگه بریم بجنگیم. در بدر خدای تبارک و تعالی میتونست به پیامبر خود بگه ای محمد تو در مدینه منوره قرار بنشین، همون ملائکه‌ای که در بدر آمدن می جنگن دیگه، تو لازم نیه که از مدینه بیرون بشی. نه، پیامبری رحمت للعالمینی، سردار دو جهانی، فضیلت و بالاخره افضل الانبیایی، باید بیرون بشی، بری در بدر، بیرون بشو، در بدر برو، مقابل دشمن استاده بشو، کمک هم به سراغت و ملائکه می آید. مثلا در احد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین باید در احد دندان مبارک شهید بشه، رخسار مبارک خونالود بشه، باید پیامبر صلی الله علیه و سلم مجروح بشن، باید حضرت حمزه مسلح بشه، یعنی گوش و بینی و اینا بریده بشه، 70 نفر از صحابه شهید بشن. اونجی دیگه خدای تبارک و تعالی میتونست به یک ثانیه تمام کافرها رو به زمین خسف کنه و بالاخره مسخ کنه، چهره نارم بگردونه، به زمین هم فرو ببره. نه، این سنت الهیه، این سنت الهیه.
نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. خدای تبارک و تعالی کو بخیل نیه که مثلا شما طلاب عزیز که در دارالعلوم درس میخوانیم 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال 15 سال درس میخوانیم، خدای تبارک و تعالی میتونه به یک ثانیه به یک چشم زدن تمام علوم در سینه تک تک ما و شما فرد ما و شما جا بده؟ نه، این سنت الهیه. بیا زحمت بکش، علم می زحمت بکش، پول می تجارت بکن، قدرت می تلاش بکن. همه برنامه خدای تبارک و تعالی از آسمان نه علم رو میندازه، نه قدرت رو به دامن انسان میندازه، نه ثروت انسان رو. وقتی خدای تبارک و تعالی میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خدای تبارک و تعالی روزی دهنده محکمیه. اگر کسی بره به غار کو بنشینه که من هیچی به دنبال نانم نمیرم، آبم نمیرم، از این غار کو هم پایین نمیشم، بالاخره که خداوند رزاقه. ای خلاف شرعه، ای توکل خلاف شرعه. برو در غار بنشین، همونجی بنشینه از گرسنگی میمیره. الله سبحانه و تعالی میگه من رزاقم، تو هم چه کار بکن؟ حرکت بکن، تلاش بکن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که پیامبر بودن، الله بر اینا تعلیم میده که یاد میده قل بگو ربی زدنی علما، ای الله علم مرزیات کن. حضرت موسی علیه السلام وقتی رو به طرف فرعون میره، خدا بریو میگه اذهب الی فرعون، برو به طرف فرعون، برو به طرفیو، برو دعوت کن، تبلیغ کن، ارشاد کن. حضرت موسی کو بعد چی نمیگفت دیگه، چون خدا بریو دستور داده بود. حضرت موسی میره، بعد دیگه حضرت موسی حرکت میکرد، نه بازم حضرت موسی میگه ای الله ما کو حرکت میکنم، ای بار پروردگار من، ربی ای پروردگار من، ای رب من، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ای الله ما کن میرم، زبان مر تو باز کن، سینه مر تو فراخ کن. ای الله به من فقاهت بدی، دانشمندی بدی که او بفهمه. ببینیم از خدای تبارک و تعالی چیزی که میخواهیم باید حرکت هم بشه. اگر شما هیچ درس نخوانیم، فقط بریم اون کنج مسجد بنشینیم بگیم ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، هیچ فایده نداره. این مثل از اینه، میفهمیم مثل چیه؟ این مثل از اینه که یک بچه مجرد دیگه، زن نداره، بره وضو ساز کنج مسجد بنشینه، بعد از بگه ای الله پسر مایم، ای الله دختری بریم بده. از کجا دیگه؟ ازدواج نکرده، از کجا دعا کنه؟ از کجا خدا پسر و دختری بریو بده؟ از آسمون کو نمیندازه؟ یا عطسه زن از بینی و دختری بفته یا پسری بفته؟ خون نمیفته. اینجا در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی برای ما اشاره میکنه که خدای تبارک و تعالی میتونه و میتوانست و الان میتونه تمام دشمنان نابود کنه، ولی که نابود نکرده و نمیکنه. این سنت الهیه، این کار خدای تبارک و تعالی. ولکن الله یفعل ما یرید. خدای تبارک و تعالی ذاتیه که فعل میکنه ما یرید، آنچه که بخواهد. یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، ای مسلمان ها، ای مؤمنین، انفقوا مما رزقناکم، خرج کنید از او چیزهایی که ما روزی دادیم به شما. چی وقت؟ من قبل، پیش از این که ان یأتی بیاید چی؟ آن روزی که یومون، روزی که لا بیع فیه، در آن روز هیچ خرید و فروشی نیه، ولا خلتون، در آن روز هیچ دوستی نیه، ولا شفاعتون، در آن روز هیچ شفاعت کننده نیه برای کفار. والکافرون هم الظالمون، کافرها اینها چی هن؟ اینها ظالمین هن. در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی بعد از جهاد جانی جهاد مالی رو باز بیان میکنه، چون همیشه مبارزه با دو دشمنه. یک دشمنی که واضح و آشکارا ما و شما میبینیم، کافر در مقابل مسلمان وقتی که استاده میشه، این دشمنه دیگه، واضح و آشکار دیده میشه. بعضی از مفسرین میفرمایند، میگن که این دشمنی که به چشم خود میبینیم
ولی دشمنی که نفسه او رو به چشم نمیبینیم خیلی مهمتره. این دشمنانی که در سینه جا گرفته، حب مال، این بزرگترین دشمنیه که انسان رو بدبخت دنیا و آخرت میکنه. پس میگه در آیات گذشته، میگه با دشمنی که میدیدی به چشم سر مبارزه کردی، حالا با دشمن مبارزه کن که او رو نمیبینی. جان در راه الله میدادی، الان متوجه باش که وقت ماله که مال در راه الله سبحانه و تعالی داده بشه. اگر کسی در راه الله مال نده، جان هم نمیده. اگر جان داد و آدم بخیلی بود و محبت مال در دلی بود و مال در راه الله نمیداد، ای به جهاد نرفته، ای به نیت از این رفته که پول به دست بیاره، به نیت از این رفته که قدرت به دست بیاره، چوکی به دست بیاره. بناهن این آیه مبارکه جهاد مالی، یعنی مال در راه الله سبحانه و تعالی. ای مسلمان ها انفاق کنیم. نکته چی؟ مما رزقناکم، او چیزی که الله میگه ما روزی دادیم به شما. الله هیچ وقت حرام روزی نمیده، حلال الله سبحانه و تعالی میده. اگر از راه حرام به دست آمد، او دیگه از طرف الله نیه. مالی که حرام بیایه او از طرف شیطانه. مکر شیطان، حیله شیطان، بالاخره چم و فریبی شیطان در زندگی وارد شده. از راه غیر مشروع پول بیایه، این دیگه ارزش نداره. الله به این نکته میگه مما، از او چیزی که رزقنا، ما روزی دادیم برای شما. خب چی وقت؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع، پیش از این که بیایه. چی بیایه؟ یعنی روز قیامت. یعنی هر انفاقی که داری ای انسان مسلمان در حیات خود کن. بعضی انسان ها چه کار میکنه؟ لحظه ای که میخواه از دنیا بره وصیت میکنه برای بچه ها و فرزندا و برای ورثه و اینها که بعد از سرمه شما چند خیرات بدیم، چند صدقه بدیم، کدام پول رو بسازیم، کدام پولچک. شاید هم فایده داشته باشه، احتمال میره، اما یقینی و 100% نیه. شاید بچه ها و اولادان ندن، اما بیترین صدقه اینه که انسان به دست خود در راه الله سبحانه و تعالی بده. چرا؟ روزی که یوم لا بیع، روزی که هیچ خرید و فروشی نیه. به روز قیامت نه انسان میتونه گناه بخره، نه میتونه ثواب بخره. این دنیایی که انسان گناه هم میخره، ثواب هم میخره، سرمایه میده، بهشت هم میخره، از روی سرمایه جهنم هم میخره. روز قیامت یوم، روزیه که لا بیعون، بیعی نیه، خرید و فروشی نیه، بیع و شرایی نیه، ولا خلتون، دوستی هم نیه. در آیه دیگه الله سبحانه وتعالی میفرمایه که الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، مگر متقین. به روز قیامت همه پیوندها به هم میریزه، همه بالاخره دشمن یکدیگر میشن، مگر کسانی که متقی باشن. یعنی چی؟ یعنی به خاطر خدا هم دیگر رو دوست داشته باشن. کسانی که به خاطر الله سبحانه و تعالی با همدیگر در دنیا حرف میزدن، با همدیگر خرج میکردن، با همدیگر نشست و برخاست داشتن، با همدیگر کمک میکردن، اینها به صحرای محشر اینها به درد همدیگر میخورن. اینها با همدیگر دشمن نیان. اما انسانهایی که در دنیا به خاطر نفسانی، به خاطر شیطان، به خاطر هوا و هوس، به خاطر خلاصه غیر از الله سبحانه و تعالی دیگه خاطرها بوده، اینا همه دشمن هم دیگر میشن. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. در آن روز پدر از پیش فرزند فرار میکنه، فرزند از پیش پدر فرار میکنه، زن از پیش شوهر فرار میکنه، شوهر از پیش بالاخره زن فرار میکنه. هر کدام اینها از پیش هم دیگر فرار میکنن. در آن روز آیه میگه که قبل از اینکه او روز بیاید تو به دست خود انفاق بکن. حالا انفاق تنهایی نیه که یک شخص سرمایه دار انفاق کنه. کسی که سرمایه داره از سرمایه خود انفاق کنه. کسی که زور و قوت و بازو داره چکار کنه؟ از یک مظلومی دفاع کنه، دست یک پدر موسفید بگیره، از جا بلند کنه. این انفاقه.
یک نفر علم داره، از علم خود در راه تقویه دین کار میکنه، یم انفاق. یک نفر قدرت داره، از قدرت خود بالاخره کار میگیره، دست یک ظالم را از سر مظلوم کوتاه میکنه، این انفاق. اینا همه ذخیره آخرته. اینجا الله سبحانه و تعالی میگه که متوجه باشیم که مما، از او چیزی که ما روزی دادیم، من قبل ان یأتی، پیش از اینکه بیایه، یوم، روزی که لا بیون فیه، در روز چیه؟ بیع نیه، خرید و فروش نیه، ولا خلتون، دوستی نیه، اونجا دیگه جای پارت و پارت بازی نیه، ولا شفاعتون، و همچنین اونجا شفاعت برای کافر نیه. در روز قیامت تمام انبیاء علیهم السلام که جمعشن، یک کافر را نمیتونن شفاعت کنن، یک کافر را شفاعت کردن نمیتونن در روز قیامت. ولا شفاعتون که اینجا آیه میگه به روز قیامت شفاعتی نیه، یعنی به شان کفار شفاعت نیه، ارتباط به کفار شفاعت نیه. مگر ما و شما باز هم باور داریم، هم یقین داریم که در روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم شفیع المذنبین شفاعت میکنن. قبلا اشاره کردیم شفاعت کبرا، رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحرای محشر شفاعت میکنن، علما شفاعت میکنن، شهدا شفاعت میکنن. اینها چی کسان شفاعت میکنن؟ بعداً میخوانیم مؤمنین، و هم به اذن الله سبحانه و تعالی. والکافرون هم الظالمون، همان کافرها اینها ظالمن. کافر ظالمه. به چی ظلم کرده؟ به نفس خود ظلم کرده. انسانی که به نفس خود هم ظلم کنه، چی کافر باشه چی مسلمان، چی ظالمه. کافر به نفس خود ظلم کرده، ایمان را از خود دور کرده، بهشت را از خود دور کرده، رحمت الله را از خود دور کرده، پس واقعا این ظالمه. والکافرون هم الظالمون، کافر هم ایشان چیان؟ ظالمان، ستمگارانن. آیه بعدی به نام آیت الکرسی گفته شده که در این آیه مبارکه لفظ کرسی می آیه و مسما به همین آیت الکرسی شده. فضائل زیادی داره آیت الکرسی، به یکی دو نمونتن اشاره می کنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که سردار آیات قرآن عظیم الشان آیت الکرسیه. سردار آیات کل قرآن عظیم الشان آیت الکرسیه. در یک حدیث دیگه رسول معظم اسلام می فرمایند هر کس آیت الکرسی بعد از نمازها بخوانه، بعد از نمازها، خصوصا بعد از نمازهای فرض که سلام میده، آیت الکرسی بخوانه، بین این انسان و بین بهشت فقط یک چیز میمانه، یک پرده یا یک حائل، یک شی. یعنی همین قدر به بهشت نزدیک میشه که یک چیز میمانه که او چیز مرگه. یعنی به مجردی که همین مرگ به سراغ انسان آمد وارد بهشت میشه. این کوشش کنیم به خود عادت بدیم بعد از نمازها، این اونایی که حفظ دارن که حفظ، اونایی هم که حفظ نداریم حفظ کنیم تا ای که چی نعمت عظیم و بزرگ الله لا اله الا هو الحی القیوم تا اخیر. شاید یک دقیقه هم وقت ما بیشتر نگیره، چقدر وقت کم میگیره ولی ثواب عظیم و بزرگ داره. در حدیث دیگه رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اعظم ترین آیه آیت الکرسیه، یعنی بزرگترین آیه آیت الکرسیه. و بعضی هم اشاره میکنن که اسم اعظم داخل آیت الکرسیه، اما باید این نکته هم بفهمیم که اسم اعظم اسمی نیه که او معلوم نباشه. بعضی انسان ها فکر میکنن اسم اعظم معلوم نیه، با کجایه؟ تمام اسماء پروردگار اعظمه، تمام صفات پروردگار عالم اعظمه. اسم اعظم همه اسماء پروردگار اعظمه. پس به این واسطه رسول معظم اسلام صلی الله علیه و آله در روایات دیگر هم هست که در خانه‌ای که آیت الکرسی خوانده بشه، در دکانی که آیت الکرسی خوانده بشه، در جایی که آیت الکرسی خوانده بشه، تمام بلا و مصائب و مشکلات و جن انس چکار میشه که بیای کسی یک مشکل ایجاد بکنه، از اونجی رخت سفر میبنده، جنیات کاری کرده نمیتونن، بلا و مصائب نمیآیه. بناهن اگر یک وقتی، این نکته را اشاره میکنم، اگر یک کسی خوند مصائب و مشکلات هم آمد، دیگه این تقصیر چیه؟ خود شخص به اخلاص نخونده. اگر کسی به اخلاص کامل بخونه،
قطعا و ابدا بالاخره جنیات و اینها به این ضرر رسانده نمیتونن. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله ذاتیه که الله کینه، لا اله نیست هیچ معبودی الا هو مگر غیر از الله سبحانه و تعالی. غیر از الله سبحانه و تعالی دیگه کسی نیه که لیاقت پرستش داشته باشه، لیاقت سجده داشته باشه، لیاقت رکوع داشته باشه. هیچ کس نیه، در زمین و آسمان کسی نیه، در عرش و فرش کسی نیه الا الله، غیر از الله سبحانه و تعالی. الله لا اله الا هو الحی. هر کس دیگه دارای همین صفات بود او سجده کنیم. هر کس دارای همین صفات بود او سجده کنیم. اگر دارای همین صفات بود. الحی همیشه الله زنده. القیوم همیشه پابرجای، تدبیر کننده کل عالمه. کسی هست که همیشه زنده باشه؟ کسی هست که همیشه تدبیر کننده تمام عالم؟ خب لا تأخذه، الله چنین ذاتیه که نمیگیره الله سبحانه و تعالی سینتون، یک پینکی، ولا نوم و نیم خواب. بر علاوه که الله سبحانه و تعالی خواب نمیشه، پینکی هم نمیره. پینکی همی که یک لحظه و یا یک لمحه انسان همی رقم میشه، ایر میگن پینکی. الله سبحانه و تعالی یک لمحه، یک چشم زدن، خلاصه پینکی هم نمیره. سینتون پینکی. ببینیم به یک فتح و به یک کسر چقدر فرق میکنه. اگر بگیم سنه سالر میگه، 12 ماه میشه سنه، یک سال. سینه پینکی، یک آن. الله سبحانه و تعالی ذاتیه که لا تأخذه سینتون ولا نوم. الله پینکی هم نمیگیره و الله سبحانه و تعالی خواب هم نمیبره. له از برای خداست ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه که در زمین و آسمانه. آنچه که در زمین و آسمانه مال خدایه. له از برای خداست آنچه که در آسمان ها و در زمین هست. من ذا الذی یشفع عنده، چی کسی، کیست؟ من چی کسیه؟ ذا الذی که یشفع عنده، که شفاعت کنه به نزد الله سبحانه و تعالی، الا باذنه، مگر به اذن الله. چی کسیه؟ یعنی هیچ کس نیه. اگر پیامبران شفاعت میکنن به اذن الله شفاعت میکنن، اگر انبیا شفاعت میکنن به اذن الله، اگر شهید شفاعت میکنه به اذن الله، اگر عالم به صحرای محشر شفاعت میکنه به اذن الله سبحانه و تعالی. بدون اجازه الله سبحانه و تعالی هیچ کس توان و قوت و قدرت شفاعت کردن نداره الا باذن. رسول الله صلی الله علیه و سلم که شفاعت میکنن الله اجازه میده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که میآیند شفاعت کبرا بالاخره الله بر اینا لطف کرده، ای به اذن الله سبحانه و تعالی. یعلم، الله ذاتیه که چکار میدانه، ما بین ایدیهم و ما خلفهم، آنچه که پیش روی مخلوقه و آنچه که پشت سره. یعنی چی؟ یعنی ما و شما الان که زندگی میکنیم، انسانهایی که امروز در روی زمین زندگی میکنه، الله سبحانه و تعالی، توجیهات مفسرینه، منظور از بین ایدیهم و ما خلفهم همینه. الله سبحانه و تعالی 10,000 سال قبل که گذشته، الله اینا را میفهمه. 10,000 سال آینده‌ای که پیش روی انسان‌ها هی میآین و بالاخره اینا را میفهمه. یک توجیه دیگه مفسرین اینه که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، الله سبحانه و تعالی تمام برنامه‌های انسان را در این دنیا هم میفهمه، دنیایی که پیش روی مخلوق و خلق الله سبحانه و تعالی او دنیا را میفهمه. ایتنیه که الله سبحانه تعالی از اینجی با خبر باشه، از دیگه کشوری نباشه، از فلان جا با خبر باشه، از فلان جا نباشه، از اهل بهشت با خبر باشه، از اهل دوزخ مثلا نباشه. نه، ذاتیه که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، آنچه که پیش روی مخلوق خلقه و آنچه که پشت سر خلقه همه الله سبحانه تعالی میدانه. ولا یحیطون بشیء من علمه، احاطه نمیکنه چیزی من علمه، از علم
خدای تبارک و تعالی الا بما شاء، یعنی هیچ کس اقتدار و قوت و دست پیدا نمیکنه به علم پروردگار عالم که بیا احاطه کنه، پیش روی علم پروردگار رو بگیره. الا بما شاء، مگر به آنچه که خدای تبارک و تعالی خواسته باشه. هیچ کس غیب رو نمیفهمه. غیب خاصه ذات اقدس الهیه. الله یک از زمین و آسمان، از عرش و فرش، از لوح و کرسی، از همه الله خبر داره، دیگه کسی. اما اگر یک وقت برای پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی کشف میشد، الله باز یک ذره از علم غیب میداد مخصوص همون چی. نه که پیامبر صلی الله علیه و سلم غیب نمیفهمیدن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم غیب نمیفهمن، انبیا غیب نمیفهمیدن، هیچ کس غیب نمیفهمه و نمیدانه. ای که امروز گفته میشه که 12 امام غیب میفهمه، حضرت فاطمه و زهرا غیب میفهمیدن، او بحث جداگانی که با خود اونایی که این کفریات رو به زبان میارن، این بحث برای ما ارتباط نداره. بناهن غیب هیچ کس نمیدانه، هیچ کس نمیفهمه. لا یعلم الغیب الا الله و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. کلیدهای غیب پیش الله، غیب را الله میفهمه، هیچ کس دیگه نمیفهمه. چرا؟ اگر از رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ کس، بیشتر گفتیم افضل الانبیا، سید الرسل، پیامبر صلی الله علیه و سلم، ولی در جریان افک به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها منافقین تهمت میزنن، رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیفهمن، نمیدانن تا آیه نازل میشه. بناهن در این آیه مبارکه ولا یحیطون بشیء من علمه، احاطه نمیکنه به هیچ چیزی من علمه، از علم خدا، یعنی از معلومات از او، الا بما شاء، مگر او چیزی که الله سبحانه تعالی بخواهه و به کسی لطف میکنه و بالاخره فضل پروردگار عالم شامل حال یک بنده میشه که یک موضوعی بری از او کشف میشه. مثل حضرت عیسی علیه السلام، یکی از معجزات نامی بود که شخص که می آمد اونا میگفتن امروز چاش تو مثلا به خانه خود چی خوردی، یا مثلا میگفتن به خانه تو چقدر آذوقه هست. این حضرت عیسی غیب نمیگفتن، این لطفی بود که پروردگار عالم به حضرت عیسی معجزه بود. وسع کرسیه السماوات، فرا گرفته کرسی خدای تبارک و تعالی چی؟ آسمان ها و زمینه. مراد از کرسی، بعضی از مفسرین گفتن علم پروردگار، بعضی گفتن قدرته، اما علم و قدرت به اینا ذکر شد. ولا یحیطون بشیء من علمه ذکر شد. له ما فی السماوات و ما فی الارض، اینا یعلم ما بین بحث قدرت و علم تیر شد. اما نظر صحیح‌تر جمهور علما اینه که کرسی که در اینجا گفته شده، اول ما میگیم که کرسی چیه؟ که ما یلیق بشأنه، او چیزی که به شأن پروردگار عالمه، از درک ما و از عقل ما، که عقل ما در مقابل این قاصره، ما نمیفهمیم. کرسی پروردگار عالم کرسیه، به اصطلاح ما و شما چوکیه، اما از عقل ما بیرونه. کرسی این فرا گرفته. کرسی پروردگار عالم چی؟ آسمان ها و زمینه، آسمان ها و زمینه. بناهن این یکی از قدرت های کامله پروردگار عالمه که در اینجا اشاره میشه. ولا یؤوده حفظهما، سنگینی نمیکنه برای الله حفظ آسمان و زمین. به این که میگن وقتی که شب ما این بخوابیم آیت الکرسی رو بخوانیم، بخانه که تنهاییم آیت الکرسی رو بخوانیم، خلاصه خداوند شما از بلیات‌های گوناگون حفظ میکنه. به این واسطه حفظ زمین و آسمان برای خدا سخت نیه، سنگینی هم به بار نمیاره. ولا یؤوده، سنگینی نمیکنه برای الله حفظهما، حفظ زمین و آسمان. خب وقتی ما و شما باز ایر که بخوانیم به اطراف خو کوف کنیم یا دم کنیم، آیا حفظه که خداوند زمین و آسمان حفظ میکنه خسته نمیشه، مونده نمیشه؟ ما و شما که حفظ کنه مونده میشه؟ پس به این طریق این خیلی موثره. و هو العلی العظیم، او ذاتی که علیه. علی یعنی چی؟ یعنی بلنده، عظیم و با عظمت، بزرگه. چقدر این سوره مبارکه و این آیت الکرسی واقعا ما و شما مطمئن میسازه. وقتی که نگاه کنیم ارتباط به این که این آیه مبارکه چقدر عظمت داره، چرا آیه مبارکه قدر عظمت داره؟ آیت الکرسی چرا قدر عظمت داره، قدر بزرگی داره؟
چون وصف بزرگ میکنه. خدا بزرگه، آیه‌ای که به وصف الله سبحانه تعالی باشه و هم خیلی بزرگه. شما ببینیم از ابتدای آیه الکرسی الله، نام مبارک الله، لا اله الا هو اشاره به سوی الله، الحی صفت الله، القیوم صفت الله، لا تأخذه ضمیر به سوی الله، سینة ولا نوم لهو باز ضمیر به سوی الله سبحانه و تعالی، من ذا الذی کیست غیر از الله، عنده الا باذنه، همه این ضمیرها، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، همه وصف پروردگاره، همه وصف پروردگاره. من علمه، هر یک از ضمائر که وقتی به سوی ذات اقدس الهی راجع میشه، پروردگار عالم چنان عظمت و بزرگی داره که وقتی در این آیه وصف پروردگار، اوصاف پروردگار در این آیه آمده، این عظمت و بزرگی خور این آیه از اینجا گرفته. مگر همه آیات قرآن بزرگه، همه آیات قرآن فضیلت داره، چنین نیه که دیگه آیات فضیلت نداشته باشه، دیگه آیات عظمت نداشته باشه، بزرگی نداشته باشه. نه، همه عظمت خورم داره، بزرگی خورم داره. این آیه که بیشتر داره چون بیشتر وصف پروردگار عالم در از این آمده. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. در این آیه مبارکه اشاره میکنه که حالی که توحید رو فهمیدیم، حالی که الله رو به یگانگی شناختیم، حالی که قدرت الله رو متوجه شدیم، اینجا دیگه لا اکراه فی الدین، جبر و زوری در دین نیه. بعضی از مفسرین گفتن که این آیه منسوخ شده. به کدام آیه؟ به آیه که یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم، سوره توبه که میاره. بعضی دیگه از مفسرین میگن نه، این آیه منسوخ نیه، این برای اهل ذمی، برای کافری که با مسلمان ها نمی جنگه، در کشور اسلامی هم میای زندگی میکنه، یعنی ذمیه، برای از اون دیگه جبر و اکراه و زوری نیه که بریم تفنگ تگوش کافر بگیریم بگیم که کلمه بگو. نه، به زور کسی مسلمان کردن نمیتونه. به خاطر چی؟ چون ایمان چیزیه که باید از دریچه قلب وارد بشه، ایمان کو به زور نیه. پس این آیه مبارکه به این واسطه میگه لا اکراه فی الدین. بعضی مردم امروزی که برای اینا میگیم نماز بخون، نعوذ بالله من ذالک، امیر علیت گرفته لا اکراه فی الدین، در دین سختی نیه. میگیم روزه بگیر، در دین سختی نیه. آدم خوبه باش، در دین سختی نیه. نه، این مخصوص برای کینه. اول که بعضی مفسرین میگن این منسوخه آیه، بعضی دیگه مفسرین که میگن منسوخ نیه، این آیه ارتباط به کسانی که ذمیان، یعنی به دین اسلام نیان، مسلمان نیان، حق نداره هیچ مسلمانی که برای یک کافر رو به زور بیاره بگه تو مسلمان بشو. نه، احکام دین رو بریو بگیم، خوبی های اسلام رو بریو بگیم، مسائل دین رو بری از او مطرح کنیم، او فکر کنه، غور، بررسی، تحقیق، مطالعه، بیای دین اسلام رو بپذیره و قبول کنه. بعد از اینکه به دین اسلام داخل شد، اینجا دیگه ادخل فی السلم کافه، به تمام معنا باید اسلام. مسلمان باید نماز بخونه، مسلمان باید روزه بگیره، مسلمان وقتی برای حج فرض میشه باید به حج بره، مسلمان وقتی زکات برای از او فرض میشه باید زکات بپردازه، وقتی مالک نصاب میشه زکات بده. به این طریق احکام اسلامی رو باید بپذیره و قبول کنه. لا اکراه فی الدین، در لا اکراه جبری نیه در چی؟ در دین، یعنی به زور کافر مسلمان نکنیم، او برای از او مزایای اسلام، خوبیای اسلام رو بگیم، تحقیق کنه. هر کافری که یک مرتبه داخل بشه به مطالعه کتب اسلامی دیگه بر نگشته. خیلی نکته مهمیه. تا به حال هر انسانی که در روی زمین حرکت کرده که دین اسلام رو تحقیق کنه، رفته تحقیق کرده، به ادامه تحقیق گفته لا اله الا الله محمد رسول الله. ای از برکت دینه، ای از برکت اسلامه. ولی برعکس یهودیت، مسیحیت، بودایی، برهمایی، دیگه ادیان مختلف، بالاخره آسمانی یا غیر آسمانی که تحریف شده، هر کس رفته تحقیق کرده 2 ماه 3 ماه 6 ماه پس برگشته، متوجه شده که این تحریف شده، این تغییر پیدا کرده. اما دین اسلام هر کس که داخل شده، هرچی مطالعه کرده عاشق‌تر شده،
گرویده تر شده، بیشتر در دل از او ذوق پیدا شده. به این طریق لا اکراه فی الدین، در دین جبر و اکراهی که نیه برای کی؟ برای اهل ذمه، برای کفار. به زور اونا به دین نیاری. قد تبین الرشد من الغی، به تحقیق که بیان شد، واضح شده الرشد هدایت، من البغی از گمراهی. الله خوب واضح بیان کرده، راه هدایت هم واضح بیان کرده، راه گمراهی هم الله واضح بیان کرده. خوب ما و شما میفهمیم که راه گمراهی چیه، راه هدایت چیه. پس وقتی الله سبحانه تعالی این واضح بیان کرده، حالا میگه فمن یکفر بالطاغوت، پس کسی که منکر بشه به طاغوت. طاغوت چیه؟ اگرچه بعضی تفاسیر نوشته میکنه که طاغوت شیطانه. یکی از طاغوت ها شیطانه، اما اصل اینه که هر چیزی که مانع رسیدن به خدا بشه، هر چیزی که انسان را از خدا دور کنه، او طاغوته. شیطان انسان را از خدا دور میکنه، طاغوته. خب به مال و جا و مقام و اینها انسان را از خدا دور کرد، اینا طاغوته. پدر انسان اگر کافر بود، انسان را تشویق کرد که بیا پس به کفر، این طاغوته. بچه انسان اگر کافر بود، انسان را تشویق کرد به طرف کفر، او طاغوته. پس اینجا الله میگه فمن یکفر بالطاغوت، پس کسی که منکر بشه به طاغوت، یعنی به مو چیزی که گمراه کننده، چه کاره؟ فمن یکفر بالطاغوت، کسی که منکر شود به چی؟ به طاغوت، و یؤمن بالله، و ایمان بیاره به الله سبحانه و تعالی، ای به تحقیق چه کار کرده؟ فقد استمسک بالعروة الوثقا، به تحقیق که چنگ زده به رسمان محکمی. رسمان چی؟ رسمان محکم. این تشبیه که الله سبحانه و تعالی در این آیات میکنه، عروة الوثقا، رسمان محکم، تناب محکم. یک نفر به یک بالا منزلیه، مایه بالا باشه، زینه نداره، حالا به وسیله چی مایه بالا باشه؟ به وسیله یک تناب. خب اینجا الله که این تشبیه زده خوب متوجه باشید. وقتی میگه این تناب محکمیه، شما ایمان بیاریم به خدا و کافر بشیم به طاغوت، چه کار میشه؟ این تناب محکم شما گرفتیم. خب یک نفر مایه بالاشه به این پارتمان زینه نداره، از این رخ پارتمان مایه 5-10 منزل بالا باشه به یک تنابی، آیا همین تنابی که بالا میشه رو به بالا اگر پوسیده باشه او میگیره؟ نمیگیره. اگر ای بفهمه که ای به وسط راه ای از هم خطا میخوره، باز هم میر نمیگیره. یک نفر به داخل چایه، یک تناب طعم کنیم که خور بگیر، وقتی تناب به پیش برسه میبینه که کش کنه میکنه، میگه من نمیگیرم. تناب محکمی روان کنیم. اینجا الله میگه که ایمان به خدا و کفر به طاغوت، این عروة الوثقایه، این تناب محکمیه. دیگه تناب ها پوسیده، تناب یهودیت، مسیحیت، بودایی، ادیان مختلف، اینا پوسیده. هر کس دست بگیره پس کمی را بالا میره، اما سرنگون میشه، به زمین میخوره. عروة الوثقا، این تشبیه الله سبحانه تعالی به این واسطه که میگه وقتی کسی کافر بشه به طاغوت، یعنی چی؟ یعنی بره رها کنه دنبال طاغوت دیگه، بیا ایمان بیاره به الله. اینجا دیگه فقد استمسک بالعروة الوثقا، به تحقیق که چنگ زده به رسمان محکم. ایشتر رسمانیه، لانفصام لها، هرگیز قطع نمیشه، هرگیز از هم این تناب گسستنی نیه، یعنی به هم ریختنی نیه، این تناب پوسیدی نیه. لانفصام لها، هرگیزی نمیکنه، قطع نمیشه. والله سمیع علیم، خدا نیک دانایه، علیم، خدا خوب شنوایه و علیم خوب دانایه. حالا یک نفر میایه به زبان خود میگه که من به طاغوت کافر شدم، به طاغوت کافر شدم، یعنی منکر طاغوت شدم و به خدا ایمان آوردم. خدا خوب شنوایه که به زبان خود چی میگه؟ علیم خوب دانایه که به دل خود چی گپ داره. آیا از اعماق دل طاغوت و اینا رها کرده و به خدا ایمان آورده یا نه زبانیه؟ والله سمیع علیم، خدا شنوا به دانایه. الله ولی الذین، چقدر
چقدر ما مطمئن میسازه، چقدر مسلمان ها مطمئن میشن. الله دوست کسانیه که آمنو ایمان آوردن. الله دوست تو مسلمانه. الله دست دوستی با تو کسی که میگی لا اله الا الله محمد رسول الله، دست دوستی با تو دراز کرده. این چقدر نعمت عظیم و بزرگی. الله ولی الذین، الله دوست یا مددگار کسیه که آمن و ایمان آوردن. خب این دوستی الله چی فایده داره؟ چه کار میکنه؟ یخرجهم، بیرون میکنه ایشان را من الظلمات الی النور. وقتی الله با انسان دوست شد، انسان را از تاریکی ها، دست انسان را میگیره از تاریکی ها میکشانه میاره الی النوری، به سوی نور، به سوی روشنایی. این کار اللهه. یعنی چی؟ یعنی هر کس ایمان داره از تاریکی نجات پیدا میکنه. کفر تاریکیه. الله سبحانه و تعالی تشبیه زده. تاریکی خیلی سخته. انسانی که در تاریکی راه میره هر لحظه احساس میکنه کالمی به یک چای فرو خواهد رفتم. انسانی که در تاریکی راه میره هر لحظه احساس میکنه که یک گزند حال من خواهد زد. انسانی که در تاریکی راه میره هر لحظه احساس میکنه که حال من به بنبست واقع میشم، یعنی پیشرومش حال بند باشه. این انسانی که در تاریکیه. کافر بنبسته. کافر در تاریکی زندگی میکنه، فکری و تاریکه، دلی و تاریکه، رای و تاریکه. اما مسلمان، شکر از این نعمت‌ها ما میتونیم کرده که الله سبحانه و تعالی برای ما نعمتی که اول ایمان، باز دست دوستی، الله سبحانه و تعالی ید بلا کیف خور با دست ما گذاشته، دست دوستی داده. الله ولی الذین، الله مددگار کسانی که ایمان آوردن، یخرجهم، بیرون میکنه الله سبحانه و تعالی ایشان را از تاریکی ها الی النور. اگر خداوند ایمان را نصیب ما نمیکرد، نعوذ بالله من ذلک، ما در تاریکی ها بودیم. کفر، منافقت، شقاوت، اینها همه تاریکیه. اما برعکس، والذین، آنانی که کفر و کافر شدن، اولیاؤهم الطاغوت، دوستان از اینا کینه؟ طاغوته، شیطانه. دوست مؤمن و مسلمان اللهیه، حامی و پشتیبان مسلمان اللهیه، مددگار و کمک کننده مسلمان اللهیه. برعکس، پشتیبان کافر شیطانه، مددگار کافر شیطانه، حامی و بالاخره کمک کننده کافر شیطانه. قدرت الله بیشتر، نعوذ بالله من ذلک، یا قدرت شیطان. شیطان که در مقابل الله هیچ یک مخلوق رانده شده پروردگار عالم که الله سبحانه و تعالی از ابتدا تا مقام قیامت به اصطلاح متوق لعنتی که میگن برگردن از این شیطان انداخته. کافری که با همه قدرت خو، با همه امکانات خو، با همه کروز و حکم و حشم و شأن و شوکت و دبدبه‌ای که داره، باز هم حامی و پشتیبان ضعیفی داره. ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان ضعیفه. مکر شیطان، حیله شیطان، اینا همه ضعیفه. هیچ اقتدار به اختیاری از خود نداره. الله سبحانه و تعالی به روز قیامت رئیس خودی هم شاگردای به جهنم میبره. شیطان که رئیس کفاره، خودی هم شاگردای اونا رو میبره به جهنم. این قدرت پروردگار عالم. اینجا الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه. خب کار شیطان چیه؟ کار طاغوت چیه؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات، انسان ها را از نور میبرند به تاریکی ها. از ایمان برو به کفر. یعنی چی؟ یعنی از روشنایی برو به تاریکی. خب نتیجه چی میشه؟ اولئک اصحاب النار، اینهایی که پیرو طاغوت، پیرو شیطانن، شیطان اینا از روشنایی به تاریکی میبره و نتیجه این گروه یاران جهنمن. اینا دیگه اهل جهنمن، هم فیها خالدون. این جهنم یک روزه و دو روزه و در روزه نه، برای همیش اینها در جهنم میان. کافر همیش در جهنمه، همیش در جهنمه. پس این آیه مبارکه برای ما مسلمان ها جرأت میده. الله ولی الذین آمنوا، الله اکبر. الله دوست مؤمنانه.
وقتی چنین دوستی داریم که ان الله علی کل شیء قدیر، چنین دوستی داریم که لا تأخذه سینة ولا نوم، خوابم نمیره، پینکی هم نمیره، له ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمانم ازونه، ولا یعوده حفظهما، او خستم نمیکنه این حفظ زمین و آسمان. پس ما چرا دغدغه داشته باشیم؟ چرا پریشان باشیم؟ چرا بترسیم؟ چرا در دل خو حالت تزلزل و ضعف و انهار ایجاد کنیم؟ پس به اینه. یادم آمد از یک صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که بیامد امپراتور روم که نامه تقدیم کرد، بعداً لباس این صحابه وصله زده، پینه زده بود و بالاخره شمشیر دستی و شکسته بود، یک دستمال پیچونده بود. آمد استاده شد، نامه داد. خیلی جالبه، در سیره من میگه وقتی که آمد خودی نیش شمشیر خواهی فرش امپراتور قد داد، بر روی زمین استاده شد، رو فرش هم استاد نشد. بیامد بعد از نامه که تقدیم کرد، امپراتور روم که بخون خنده کرد، گفت عجب، گفت این محمد مایه به همین افراد خو مایه رومر بگیره؟ شمشیر شکستی رو نگاه کن، رختا وصله زدی رو ببین و بالاخره این قیافی از این نگاه کن، به همین لاره مایه رومر بگیره؟ صحابه با چی شأن و شوکت رو به امپراتور روم کرد، گفته که لباس ما و این دسته شمشیر رو نبین، نیش شمشیر رو ببین که چقدر تیزه. ببین ما با این نیش شمشیر و ما با این شمشیر بران و با او آیه‌ای که خدا حامی و پشتیبان مانه، ما به او نیت حرکت میکنیم. خدایی که بی عظمته، بی بزرگیه، خدایی که دنیا زمین از اونه، آسمان از اونه، هرچی ما از خدا بخوایم، از خدای تبارک و تعالی کم نخواهیم، توکل کم نشه، یقین کم نشه، باور کم نشه، به ما سستی، ضعف اینا پیدا نشه. توکل قوی باید داشته باشیم، ما باید ایمان قوی داشته باشیم. این کلام پروردگار عالمه. به این طریق الله ولی الذین، از خدا که انسان جدا شد، اینجا مددگاری و شیطان میشه، مددگاری و شیطان میشه. آیه بعدی الله سبحانه و تعالی بعد از دلائل توحید یک صلوات ختم می‌فرماید.